بذار ببینم. خب خوبه. خب خدا شکر همه مثل که دارم میبینم. یکیتون هم رکورد کنید، یکیتون اسکرین رکورد کنید کلا. خوبه رضا. رضا جان بعدش فایل رو برای من یه جا آپلود کن بفرست بلافاصله. خب بذاریم همه چی درسته، مثلا اینکه همه چیز درسته. You presenting to everyone. خیلی خوب. اینم نیما و اینم خودم. بذار من ببینم یه فایل تکست باز کنم. مثلا کجا ببینم اتم یه چیزی دارم اینجا. اتم ندارم ولی وی اس کد دارم. فکر میکردید یه وقت با وی اس کد درس بدیم؟ حتی واقعا نمیدونستم رو میت هستیم من آیپد رو استفادهش میکردم ولی الان خیلی فرصتش رو نداریم. خب بچه ها من میخوام سیستم رو تعریف کنیم اول. بگیم ببینیم سیستم چیه. خب کسی نظری داره؟ نخیر ما همش داریم ادمیشن اجازه میدیم. بچه 47 نفر شدیم تا حالا. سیستم مجموعه از اجزاست که آره خوبه علیرضا. نه محمد لزوما نرم افزار نه. مثلا میگیم سیستم یه حاکمیت، سیستم یک اتومبیل. آره خوبه همینجا. میخوام کمتر رو تعاریف تاکید کنم. خوبه زهرا درست داره. ببینید سیستم مجموعه است از خب پس یک مجموعه است. من میام اینجا یک مجموعه است set of components and interrelation خب aiming for a specific goal. اینجا فارسی نمیشد. خب حرفمون چیه بچه ها؟ سیستم مجموعه ای از در واقع عناصر و ارتباط بین آنهاست که هدف خاصی رو هم با هم دارن تعقیب میکنن، یه کاری میخوان بکنن. خب اگر این تعریف باشد من برای خود تعریف یه تعریفی ارائه بدم. یک تعریف از تعریف. به نظر شما تعریف چیه؟ این تلگرام ببندم اینجا داد سامان نباشه. کسی میتونه بگه تعریف چیه؟ آها ببین بیان هر چیزی. مثلا من میام یه چیزی بیان میکنم. مثلا میگم چه بدونم دیوار است. آیا این بیان نیست؟ یا یه چیز دیگه بگم. مثلا بگم میز یک مکعب است. اینم یه بیانه دیگه نه؟ چند لحظه با این حرفای فلسفی ولی تحمل کنید زود خسته نشید. ما خیلی حرفامون تکنیکال خواهد بود. این یه جلسه فلسفی چون دلیلم داریم براش. بچه‌ها کسی میخواد حرفم بزنه فکر کنم میتونه ها نه؟ اینجا چجوریه؟ من باید چیز کنم؟ من باید اجازه بدم؟ الان اگه کسی بخواد حرف بزنه خودش میتونه میکروفونش رو روشن کنه؟ یکی یه چیزی بگید. خب پاشتا از خودت در مورد تعریف بگو ببینم. با وایس بگو. استاد فکر میکنیم هر چیزی که مشخصات یه شیء یا کلا هر چیز دیگه مشخص کنه تعریفش میشه. خوبه. ببینید تعریف یه ذره مسئله است. مثلا من میام میگم
به قول شما هر چیزی که توصیفی از پدیده ارائه بده این یک تعریفه. این هست. خب نوعا میگیم توصیفی از یک پدیده، یک توصیف، اینو خوب یادتون باشه بچه ها، که 3 تا خاصیت داره. خب جامع، بذارینم میتونم همونجا فارسی هم براتون بنویسم. آره مینویسه دیگه. جامع باشد، مانع باشد و تحلیلگر. این یعنی چی؟ جامع باشد تعریف یعنی همه حالتها را بپوشاند. مثلا بچه اگر همه چه بدونم مثلا میزهای دنیا مکعبیان، من بگم میز یک مکعب است، این تعریف جامع هست. اگه همه ماژیکای دنیا استوانن، من بگم ماژیک یک استوانه است، این تعریف جامع هست، یعنی همه رو میپوشونه، ولی مانع نیست. مانع یعنی چی؟ کی میخواد بگه؟ هر کی میخواد بگه خودش صداش باز کنه بگه. استاد صدای بنده رو دارید؟ بله عزیزم بگید. استاد بنده اینجوری احساس میکنم که مثلا نمیتونه حتما بگیم که مثلا میگم یک ماژیک حتما هر استوانه حتما یه ماژیکه. آفرین من اینجوری برداشت میکنم از این حرف. درست آفرین درست. پس ببین بچه‌ها جامع هست. این که مانع هم هست یا نه؟ مانع یعنی هر آنچه غیر او را نمیپوشاند. خب بعضی بچه چرا میرن از میتینگ، حالا بعدا دوباره برای اومدن دوباره باید پرمیشن بگیرن. خب نه دیگه تو رو خدا دیگه تأخیر نداشته باشه. حالا اینجا بچه مشکل اکانت گوگلتون الان مثلا لاست یورس، من چه بدونم چیه این. الان این کدومتون هستید؟ اسم درست همون بنویسید. رو اکانتاتون اسم رسمی بذارید. اسماتون الان اکثرا دقت میکنم لور کیسه. ببین اسم کوچیک و فامیلیتون باید اولش آپر کیس باشه. resume your presentation. من بچه اسکرین منو دارید دیگه نه؟ آها خیر. پس ببینید دوستان، باید سیستم you're no longer presenting بمیره اینه. این برای خودش برمیداره چیز میکنه خود به خود. پس سیستم، پس تعریف توصیفی است تحلیلگر. تحلیلگر یعنی چی؟ یعنی به من اطلاعاتی اضافه میکنه که جامع و مانع باشد. خب حالا تعریف سیستم که این بالا ارائه دادیم، این هم باید جامع باشد، پس همه سیستم ها رو بپوشاند، هم باید مانع باشد، هر آنچه غیر سیستم است را نپوشاند، هم تحلیلگر باشه، یه چیزی به من اضافه کنه. هست اون تعریف. کلمه‌ای که میخوام بگم خیلی مهمه این است بچه. تعاریف یک سری جملات فلسفی دقیقاً. از جمله فلسفی دقیق میشه نتایجی در آورد. خب میشود نتایجی رو تحلیل کرد. میشود نتایجی رو اصطلاحاً میگیم چیکار کرد؟ فارسی استنتاج کرد. استنتاج کرد یعنی نتیجه گیری کرد. این کاری است که در مورد تعاریف خیلی خوب انجام بدید. حالا فقط میگم که بدانید در مورد دوستاتون خوب است که انجام ندید. این چرا اینجوری شد گو به گو؟ خب در مورد دوستانتون خوب است که این کار انجام. بچه اینه چجوری میشه یکیش کرد؟ بمیرینه من اینو کلیک زدم این ویو سینگل مثلا این شد. این یعنی چی در مورد دوستاتون انجام ندید؟
بذار بیام اینجا ببینم شما حرفی میزنید یا نه. مانع بودن محمد، بچه خودتون دسترسی خودتون نیما رو قطع کنید. بذار صدای من تو نیما پخش بشه که اونورم ضبط بشه، ولی نیما رو لاگ اوت نکنید که حضورتون هم ثبت بشه. اینو من چند بار گفتم. خب مانع بودن یعنی هیچ هر آنچه که غیر آن است را شامل نشود. یعنی مثلا ببین من اگه گفتم ماژیک یک استوانه است، اگه همه ماژیکای دنیا استوانن، این جامع هست ولی مانع نیست. مثلا چه بدونم یه لوله آب هم جزء تعریف قرار میگیره. مانع باید دقیقش کنه، غیر اون رو نپوشونه. خب در مورد استنتاج گفتم بچه. ببین اگه یه نفر داره حرف عادی میزنه، داره عادی براتون حرف میزنه، بهتره شما از حرفش، حالا حتی تو رابطه دوستانه خودتون، همان چیزی را که گفته میشه برداشت کنید. خیلی استنتاج نکنید. چرا؟ ما آدم ها همینجوری حرف رو میزنیم، ولی اگه یه جا داریم مطلبی رو دقیق مینویسیم یا تعریف ارائه میدیم، یعنی به همه جاش فکر کردیم، قابل استنتاج است. بریم یک دو تا استنتاج از این تعریف سیستم بکنیم با هم دیگه، ببین چقدر جالب میشه. خب سیستم از چه جنسی بود؟ ذاتش چی بود؟ من اینو کپی پیست کنم اونجا. خب ذات سیستم این بود دیگه، set of components and interrelation. الان اینجا از یک کلمه از شما بپرسم سیستم از چه جنسیه، شما چی میگید؟ آره آفرین، ست. سیستم از جنس مجموعه است. همون بحثایی که در نظریه مجموعه ها داشتیم، همونها بر سیستم قابل اعمال است. یعنی چی؟ بچه یه مجموعه با چی تعریف میشد؟ کسی میخواد بگه؟ نه شروین، نه فقط اعضاش، خود اعضا از کجا میومدن؟ استاد از سورها چی؟ از کوانتیفایر ها میشه گفت برای آره. تعریف. آفرین. ببین مجموعه از کجا میاد؟ مجموعه یک خاصیت مهم داره، یه علامتی داره که من نمیدونم این تو کیبورد کجاست، شبیه یورو میمونه، علامت تعلق. میگیم آیا A مثلا، حالا من علامت رو میگم این مثلا ست هست یا A not این ست هست. این یادتونه؟ خب ببین یه وقتی هست من میگم آیا یه چیزی هست به نام تعلق دیگه، یعنی این برای من چی مشخص کنه؟ میگه که آیا یه A جزو این مجموعه هست یا نیست. مثلا چه بدونم عدد 1.5 جزو مجموعه اعداد طبیعی نیست، ولی این مجموعه هم فقط عدد مدد نیست. مثلا مجموعه دارم لپتاپ، توپ فوتبال، نمیدونم مثلا احساس خشم، یه مجموعه خیلی خیلی بیره. از هر چیزی میشه مجموعه درست کرد. خاصیت مجموعه به داشتن باوندریه، به داشتن چیه؟ مرزه. مجموعه دارای مرزه. این یعنی چی؟ اگه یک نفر بتونه یه استنتاج خوب و شجاعانه از این کلمه ارائه بده من. استاد صدا میاد؟ بله عزیزم. استاد منظور از مرز یعنی داره یه ویژگی خاصه دیگه، تا وقتی که اون اعضا مثلا اون تو باوندری باشن، یعنی همون ویژگی خاصی داشته باشن عضو اون مجموعه، تا وقتی هم نداشته باشن دیگه عضوش نمیشن دیگه، از این مجموعه در میان بیرون. اوکی، حالا من یه جور دیگه میخوام، یه استنتاج دیگه میخوام از این میکنم. ببینید شما این صحیح هست یا نه. محمد درسته. تعداد
ببین میلاد، بحثی که داریم، یه لحظه میلاد زلفخانی، همینو داشته باش عزیزم، همینو شما داشته باش. ببین من چی میگم. بچه من میخوام یک ادعا کنم. من میخوام ادعا کنم همه مجموعه های دنیا محدودن. شما ادعا را میپذیرید یا نمیپذیرید؟ استاد برای اعداد که این موضوع صدق نمیکنه دیگه. مثلا مجموع اعداد صحیح، مجموع اعداد طبیعی قاعدتا در واقع آن لیمیتد هستن، نه صبر کن. محدود نمیشن. آها، سوال اینجاست. باید دقیقاً این را بپرسیم که محدود یعنی چی. حرف خیلی خوبی زد فرید. میگه مجموع اعداد طبیعی مثلا محدودیت ندارن. سام ابوالفضل بیاد. خب ببینید، فرید شما بودی؟ بله استاد. خب حالا شما خودت گوش بده، بقیه بچه‌ها هم بشنون. مجموعه اعداد طبیعی آیا 1.5 عضوشونه؟ خیر. آفرین محمد نبیزاده، آفرین. مثلا حیوانات توش نیستن. آفرین. تازه رونالدو هم توش نیست. من نمیدونم رونالدو الان موجوده یا موجود نیست. اون زمان که من همسن شما بودم یه بازیکن فوتبال بود که من الان قیافش هم یادم رفته، به نام رونالدو. من اصلا فوتبال هم نگاه نمی‌کردم ولی میدونستم هست. احتمالاً الان چیز شده، به تاریخ پیوسته. خب ببینید، پس بچه‌ها چی دارم میگم؟ من میگم که همه مجموعه های دنیا محدودند. خب اصلا چیزی که محدود نباشد مجموعه نیست. اون عملگر تعلق بود. خب اون چی داره میگه؟ اون یه عملگر باینریه دیگه. میگه این عضو هست، این عضو نیست. یه مجموعه موهومی تعریف کردیم به نام مجموعه M، مجموعه مرجع، که همه چیز زیر مجموعشه. اون میدونیم مثل چیه؟ مثل عدد بی‌نهایته. آیا عددی واقعا به نام بی‌نهایت ما داریم؟ نداریم که. درسته؟ اون یک موهومه اونجا. خب پس از همینجا بذار دوباره برم روی اسکرینم. خب پس من میخوام یه استنتاجی کنم. بگم all sets are limited. منظورم از limited شماران نیست. خیلی چیز هستن ناشماران، یعنی تعدادشون خیلی زیاده مثل مجموعه اعداد طبیعی، ولی محدودن. 1.5 توش نیست، چه بدونم موز هم توش نیست، حیوانات هم توش نیستن. از آنجایی که همه ست ها لیمیتدن، پس طبق تعریف بالا all systems are limited. یعنی چی؟ یعنی همه سیستم ها محدودن. خب و از آنجایی که همه سیستم ها محدودن all aspects of systems are limited. خب این یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که به این سیستم مربوط باشد، به سیستم ها مربوط باشد محدود است. خب استاد ببخشید صدای بنده رو دارید؟ بله عزیزم بگید. استاد محدودیت مجموعه رو شما در قالب فیچرهایی که میتونه ساپورت بکنه در واقع بیان میکنید، یعنی میگین چون مثلا یک که نشانی از محدودیت داشته باشد دیگه. من لزوما نمیگم که مثلا این تعداد شمارا یا ناشمارا بودن را محدودیت نمیگم. بله ممنونم. خب سلامت باشید عزیزم. پس ببینید من میگم از اونجایی که سیستم هم مجموعه است، پس هر آنچه که به این سیستم مربوط باشد یه محدودیتی داره. من میتونم، بذارید یه ذره اینو داشته باشیم، من اینو یه ستاره اینجا بذارم و برمیگردیم به این با هم دیگه. بذار بریم این ورش. سیستم مجموعی از کامپوننت هاست. این کامپوننت ها مثلا چیان؟ یعنی چی سیستم مجموعی از کامپوننت هست؟ میدونید که ما میگیم کامپوننت خودش یا سیمپله یا خودش دوباره ساب سیستمه. این احتمالا همتون هم بتونید بگید. خب سیمپل و ساب سیستم منظورم چیه اینجا؟ کسی میتونه بگه؟
استاد اینجوری فکر میکنم که سیمپل یعنی خودش در واقع یک کار مجزایی رو داره انجام میده. ساب سیستم یعنی که چیزی هستش که مرتبط میشه به یک سیستم کلی، یه زیر شاخه ای از اون سیستمه. نه فرید جان اینجوری نیست. ببینم این شاید ببینید بحثی که داریم، ببینم فاطمه چی نوشته. آفرین، آره فاطمه تهیه 20 سالار درست نوشته. ببینید بچه ها بحثمون این است، این عضو اگه ساب سیستم خودش یعنی چی؟ یعنی خودش دوباره یه جزئیاتی داره، بسیط یا ساده یعنی جزئیاتی نداره. آیا در دنیا چیزی هست که جزئیاتی نداشته باشه؟ من میتونم تصور کنم، مثلا یه تصور ذهنی داشته باشم، ولی واقعا هیچ چیزی نیست که جزئیاتی نداشته باشه. یعنی شما هر چه ریز میشوید تا چه بدونم تا مولکول میرید، اتم میرید، نمیدونم الکترون میرید. من نیما رو قطع کردم. نه نیما گور به گور خودش قطع شد. خب بذار من دوباره برم جلو. خوب شد گفتید اینو، دستتون درد نکنه. از بی خوب اون وصل نمیشه. چه دردسریه این نیما. خب مثل اینکه اینم راه افتاد. نیما مقدادی تو نیما نوشته از نیما خارج بشیم یا نه. نیما جان کل این نیما تقصیر شماست از نظر ما. حالا خارج هم میخواد بشید. خانم ولایی، فرزانه ولایی، دست شما درد نکنه، تذکر خوبی. خب بریم اینور. حالا اونجا واسه یه مقدار رکورد کلاس اونور از دست رفته تو نیما. ببینید دوستان، اگه میگیم سیستم نمیدونم کامپوننت سیمپل یا ساب سیستمه، واقعیت این است که همه کامپوننت های دنیا ساب سیستمه، ولی از نظر مهندسی نه، اینجوری این حرف رو نمیزنیم. همین تئوریتیکلی نگاه کنیم همه چی ساب سیستمه. انجینیرینگ وایز چی میگیم؟ من میگم یک عضو، اینو خوب دقت کنید، میگم یه عضو یک سیستم وقتی سیمپله که یعنی من میدانم هیچ عضوی سیمپل نیست، واقعا میدانم هر چیزی برای خودش جزئیات داره. وقتی سیمپله یعنی من دیزاینر این سیستم اصلیه، خیلی اهمیتی به جزئیات اون نمیدهم، جزئیات اون عضو برای من مهم نیست. وقتی ساب سیستمه یعنی جزئیات اون عضو هم برای من مهم هست. خب دوباره که بچه ها میخواد بیاد. خب خیلی خوب، اینو متوجه شدید دیگه؟ این بحث چیزو متوجه شدید نه؟ خب بذار یکم پیش بریم. کامپوننت ها رو گفتیم. این اینترریلیشن یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین اعضا از چه جنسی میتونه باشه در سیستم ها؟ مثلا چند جور ارتباط بگیم. مثلا من یکی بگم، یکی ارتباط نیروه. خب نیرو وارد میکنم، مثلا در یک موتور چه بدونم میلنگ به فلای ویل وصل است. خب میلنگ رو به انگلیسی چی میگن؟ کرانکشافت میگن نه؟ کرانکشافت تو فلای ویل. این از جنس نیروه. یکی دیگه بگید از جنس دیتاه که عضو به هم دیتا میدن. یکی دیگه بگید از جنس کنترله، برای کنترل استفاده میشه. در یک سیستم انسانی من میگم آقا شما زمانی برو که من بهت اوکی دادم. در یک شبکه کامپیوتری
میگم شما زمانی بسته بعدی رو بفرست که من بسته قبلی رو بهت اک دادم، اکنالج دادم. همه این از جنس کنترله. خب تا اینجا سوالی هست بچه؟ درسته شد. خیلی خب، پس تا اینجا سیستم رو چجوری اومدیم ما؟ گفتیم که سیستم مجموعی از اجزا و ارتباط بین اونها که یک هدفی رو دارن تعقیب میکنن. خب بذار حالا هم رو اون هدف حرف بزنیم. من ببینم دوباره کی داره میاد میره. عرفان اومد. خب میخوایم بگیم پس الان اون هدف خاصی رو تعقیب میکند، منظورمون چیه؟ تعقیب که میگم احتمالا یاد تام و جری و نمیدونم فیلم ها و اینا میافتید دیگه. منظورمون از این چیه؟ کسی میتونه بگه؟ یه نفر بگه، وایس بدید. استاد برای محقق کردن یه هدف بالاخره داره یه اقدامی انجام میده. حالا میتونه یعنی یه هدف متوجه حرفتون نشدم. به ما بفرمایید. یعنی که محقق کردن یک هدف، یعنی که یک وظیفه رو انجام بده، یه تسکی رو در واقع به ثمر برسونه. حالا اون آفرین خوبه. بچه ها میتونید حرف بزنید، نمیخواد چت باکس استفاده کنید. میکروفونتون یه دقیقه روشن کنید، حرف بزنید، صداتون میرسه. ببینید من اینجوری دارم بهتون میگم. اگه میگیم سیستم یه هدفی رو داره، یه هدف گذاری کرده، ببین خوبم دقت کنید، من نگفتم به هدف میرسه، گفتیم ایم میکنه، جهتگیری کرده برای یک هدفی. اگر سیستم جهتگیری کرده است برای یک هدفی، منظورمون چیه؟ آیا من میتونم از این نتیجه بگیرم که سیستم کار انجام میده؟ بله، یعنی سیستم کار انجام میده، یه کاری میکنه. پس ببین یه چیزایی که هست سر هم کردن که هیچ هدف خاصی نداره، مثل خیلی از سیستم‌هایی که توی سیستم‌های بوروکراتیک، اداری، سیاسی، یا حتی چه بدون کار خودمون دانشجویی و علمی سر هم میشه، هیچ هدف خاصی نداره. اون یک سیستم نیست، این چه همجوری الکیه، یه پایلی از یه مجموعه است. آره مجموعه هست احتمالا، یه پایلی از قطعات ریخته شده رو هم، هیچ هدفی هم نداره، ولی سیستم کار انجام میده. بچه اگر من مفهوم کار دارم، کنار کار چه مفهومی دارم؟ مفهوم کاربر دارم. users. خب سیستم یوزر داره. یه نفر من بگم یوزر داخل سیستم یا بیرون سیستم؟ غالبا میگن داخل سیستم. حالا نه فرید، منطقاً یوزر بیرون سیستمه. چرا؟ من دارم چیکار میکنم؟ ببین من کاربرم، دارم کار را میبرم. خب من از بیرون دارم از این سیستم یه چیزی استفاده میکنم، یه استفاده‌ای دارم میبرم. خب یوزر بیرون سیستمه. در برخی سیستم ها، حالا نه اینجا، در برخی سیستم های بسیار بزرگ، ما در واقع سیستم رو، اونی که فرید میگه یه دلیل داره پشتش. در برخی سیستم های بسیار بزرگ، مثلا من وقتی مثلا همین مسنجری که الان توش هستیم، گوگل میت رو، یا نمیدونم مثلا واتساپ رو، تلگرام رو، اینا دارم تحلیل میکنم، در واقع دو تا دامنه برای سیستم میگیرم. یه دامنه برای کور سیستم میگیرم که در اون حالت یوزرها من و شما بیرون این کور هستیم. یه دامنه برای کل این اکوسیستم میگیرم که اونجا ما همه این تو هستیم. خب پس ببین سیستم کار انجام میده و یوزر داره. سوال، آیا یوزر یه دونه است؟ من هیچی نگفتم. خب در مورد اینکه سیستم یوزر یه دونه است. پس multiple of users concurrent. پس چندین یوزر میتونن همزمان موجود باشن. چون ما که چیزی نگفتیم برای این.
حالا یه ذره بیایم بالاتر، اونجایی که ستاره گذاشته بودیم اینجا من 2 تا ستاره بذارم، اون یه بار دیگه نگاه کنیم. همه چیز یک سیستم محدوده. خب حالا بیایم اینجا، بیایید از دیدگاه یوزر نگاه کنیم. From user perspective. خب. از دیدگاه یوزر یه سیستم چیه؟ is a set of resources. ببین از دیدگاه یوزر سیستم یک سری منبع، چون اون که خیلی داخل سیستم رو نمیبینه، نمیدونه که این داخل چه خبره. که خب از نظر اون یک سری منابع اینجا موجود. خب پس خیلی بخوایم از بالا نگاه کنیم، overall perspective اینه. overall perspective من اینه multiple users all at once. خب system of as a set of resources. خب همینجا بایستید از این نتایجی بگیریم. اگه من سیستم رو به صورت بچه، من وقتی تو این صفحه هم چت هاتون رو نمیبینم، اگر حرفی بود بگید باشه. برگشتم الان یه لحظه دیدم و دوباره برگردیم. همه میبینید دیگه نه؟ همه اسکرین کست منو میبینید دیگه؟ بله بله. خب محمد نبیزاده عکس خیلی خوش تیپی داری. خب شبیه آزادی خواهان دوره مشروطه است محمد. خوبه تیپ قشنگی. خب دوستان ببینید عزیزان، سیستم پس یه مجموعه از ریسورس هاست. چون سیستم محدوده all resources are limited. پس همه منابع، یعنی از هر جهتی من به این سیستم نگاه کنم محدوده دیگه. ما قبلش گفته بودیم همه اسپکت ها محدودن. خب من از داخل، اون نگاه قبلیم از داخل به بیرون بود، یعنی داخل سیستم بودم. خب وقتی داخل سیستم بودم یه شکلی بود. الان از بیرون سیستم نگاه میکنم، داخل سیستم که بودم مجموعه‌ای از اجزا و ارتباط بین اونها رو میدیدم که هدف خاصی رو تحقق میکنن. از بیرون نگاه میکنم سیستم به عنوان اینجوری میبینم که مجموعه‌ای از منابع. مثلا سیستم کامپیوتری مجموعه‌ای از منابع پردازش و استوریج و آی او. سیستم کشور مجموعه‌ای از منابع معدنی، انرژی، انسانی، وقت و الی آخر. ولی از آنجایی که همه اسپکت یه سیستم محدودن، پس همه منابع هم محدودن. خب حالا 2 تا پدیده رو بیایید بذاریم کنار هم. خب multiple users at once، اینو بذار کنار چی؟ کنار limited resources. از این که نتیجه میشه گرفت؟ کسی میتونه بگه؟ بچه حرف بزنید یه چند تاتون. حالا اومدیم اینجا هم همه نکنه گرفتید خوابیدید. اینکه این منابع محدود بین این تعداد کاربرها شیر میشه. درسته؟ نه شیر باید بشه محمد. هنوز که نشده. درسته؟ هنوز ما کاری نکرد. بذار من این نتیجه قبلتر از این بگیرم. نتیجه این است که این به کانتنشن منجر میشه. کانتنشن یعنی رقابت. یعنی رقابت برای دسترسی به منابع. تا عمر بشر بوده، در عمق تاریخ همین مسئله بود. تا بوده همین بوده.
انسان‌ها برای دسترسی به منابع رقابت کردن. در سیستم هم همینجوریه. یوزرها برای دسترسی به منابع رقابت میکنن. رقابت را اگر کاریش نکنیم به چی منجر میشه؟ به کانفلیکت منجر میشه. کانفلیکت یعنی دعوا منجر میشه و دعوا باعث میشه system will not work. بچه داخل یک دعوا سیستم کار نمیکنه. خیلی درسای جالبی داره این حرفا. الان مثلا یه عده سعی میکنن، سیاسیون خل دیوونه سعی میکنن تو کشور دعوا را بندازن. کشور همینجوریش کار نمیکنه. خیلی از اسپکتاش دعوا بکنیم که اصلا کلا هیچ کار نمیکنه. وسط دعوا که نرخ تعیین نمیکنن که کاری انجام نمیشه. یه ویروس مسخره اومده، ببین الان همه نشستیم خونه به جای اینکه الان قشنگ تو کلاس بودیم. حالا فکر کن چه بدونم یه از این حیوانات داعش لایک مثلا تو راه شهر به دانشگاه بودن و خودشون مینداختن میترکون. جرأت میکردید اصلا از خونه‌تون بیاید؟ استاد یعنی سیستمی خوبه که بتونه تمام ریسورس هایی که لازمه رو تعیین بکنه دیگه؟ نه هنوز نه. ببین اینجا هنوز منظور سیستم، من در مورد سیستم خوب و بد حرف نزدم. خب چون خوب و بد با توجه به یک سری ایدئال ها انجام میشه. اینایی که الان دیدید این مد میگن ایدئولوژیک نباشین، نمیدونم چی خودمون یه ایدئولوژیه دیگه و خیلی هم تکفیری برخورد میکنن در مورد این ایدئولوژی خودشون. هر کسی که از اون ایدئولوژی نباشه باید بمیره. نه ببین، ما هر خوب و بد در رابطه با چی تعیین میشه؟ در رابطه یعنی چجوری بگم بچه؟ یه لحظه کلمه از ذهنم رفت. در رابطه با مزیت یا چیزی که من و شما فکر میکنیم خوبه تعریف میشه. بذار مثال بزنم براتون. عسل خوبه یا بده؟ عسل خیلی خوب و شیرینه، نه؟ ماها دوست داریم. ولی گاو اصلا عسل دوست نداره. میدونستید؟ بهش بدید میمیره. این جالب نیست؟ مولانا، آره نسبیه، بله. مولانا میدونید چی میگه؟ مولانا شعر جالبی داره، یه تیکشو براتون مینویسم، گوش کنید این شعر رو. میگه لطف شیر و انگبین لطف دل است. شد استنتاج شد. هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. میگه لطفی که شیر یا عسل داره برای شما از خودش نیست، از دلتونه. هر خوشی از دل شماست که حاصله. پس بود دل جوهر و عالم عرض. جوهر یعنی اصل، عرض یعنی فرع. سایه دل کی بود دل را غرض. از اینجا نتیجه عجیبی گرفته. میگه کیه که سایه دل شما میافتد بر پدیده ای و شما از اون خوشتون میاد. اون نمیتونه هدف شما باشد. اون چیزی که خوشتون اومده هدف نیست. خب برگردیم اینجا بچه ها. میگم دعوا میشه. ببینید کار نخواهد کرد، دعوا خواهد. یا من اینجوری میگم، حالا اینوری میگم کانتنشن هست، کار هم هست. حالا شما از این دوتا چه نتیجه میگیرید؟ پس چی هست که در عین رقابت کار انجام میشه؟ یه نفر بگه. جای یه چیزی خالی. کسی میتونه بگه جای چی خالیه؟ چی نوشتم اونجا من؟ آها. اصلا سیستم باید مدیریت بشه. جان بگو شوین. سیستم باید مدیریت بشه. آفرین. یعنی چیزی به نام مدیریت موجوده.
خب منیجمنت. حتی این لامصب خیلی بد ترجمه شده این کلمه، ما خیلی بهتر از این خودمون داشتیم. الان میگم مدیریت چی؟ اصلا مدیریت یعنی چی؟ ریسورس ها رو یه جور مدیریت کنم به همه یوزرها برسه دیگه استاد. مدیریت با مدیریت تعریف نمی‌کنیم. این مثل اینکه من بگم ماژیک است. خب یه جور دیگه بگید. استاد کنترل توزیع ریسورس ها رو میشه گفت برای مدیریت؟ مثلا مدیریت نوعاً شامل دو بخشه. حالا اگه واقعا میخواید بدانید بهش میگن allocation and protection. دو بخشه. یکی این که تخصیص بدیم منابعی را به افرادی، به چیزایی. یکی همین که پروتکت کنیم، محافظت کنیم اونها رو. محافظت کنیم کسی دیگه ناد بزن تو سرشون از دستشون بگیره. این دوتا پدیده با هم میشه مدیریت. خب منیجمنت. خب این منیجمنت من میخواد چیکار کنه؟ میخواد ریسورس منیجر باشه. ریسورس منیجر لازم است. is a necessity. خب ریسورس منیجر پدیده‌ای خواهد بود که چیکار میکنه؟ که منابع را ما بین کیا تقسیم میکنه؟ اگه گفتید یوزرها دیگه. مستقیما خود یوزرها منبع رو نمیخوام. خب بذار بنویسم براتون managing resources among user processes. یعنی بین کارهای یوزرها، کارهایی که یوزرها دارن. ببین مثلا شما الان سی پی یو کامپیوتر رو میخواید، الان شما که نمیخواید، یه برنامه اجرا کردید اون میخواد. من در بانک این چی شد؟ میخواد سیو کنه. من در بانک وقت رئیس بانک رو میخوام، خودم که نمیخوام، اون کاری که من دارم میخواد. گرفتید اینو؟ خب بچه نکته خیلی مهم میدین چیه؟ Resource manager is true definition of operating system. سیستم عامل بهترین تعریفش ریسورس منیجره. سیستم عامل اصلا لزوما یک پدیده کامپیوتری نیست. سیستم عامل ریسورس منیجر یک سیستم است. یعنی چی؟ یعنی موجودی است داخل همون سیستم که منابع اون سیستم را بین کارهایی که یوزر با اون سیستم دارن مدیریت میکند. مدیریت هم مفهومش رو گفتم. بچه میدونین کلمه مدیریت خیلی بد ترجمه شده، حالا ما غلط مصطلح استفادهش میکنیم. اینجا درستش اینه که رهبری میکنه. کلمه درست رهبریه از منیجمنت. کلمه مدیریت میدونید ترجمهش یعنی معنای واقعیش چیه؟ معنای لغویش؟ کسی میدونه؟ مدیر از چی میاد؟ نه تدبیر نمیاد، از دایرکشن هم نمیاد، ادمین هم نمیاد. جالب هیچ کدوم اینا نیست. مدیر از دایر کردن میاد. خب دایر کردن، ایجاد کردن، در حالی که اون فاوندینگ دیگه یا پایه‌گذاری است در فارسی. در فارسی بهترین ترجمه برای منیجمنت همون رهبری، یعنی یک امر فعال، یک امری که هر لحظه درگیر است. اینطور نیست که یک بار بسازه و بره کنار. نه، اگه شما بسازید و برید کنار، همین پروسساتون، یوزراتون با هم دعوا میکنن. خب
بچه‌های عزیزم حالا که تعاریف تموم شد بیایید دیزاین رو با هم سر هم جمع و جورش کنیم تو 20 دقیقه باقی مانده از کلاس. خب چی داریم میگیم؟ من گفتم که ریسورس منیجر بهترین تعریف از سیستم عامل است. خب حکومت یک کشور سیستم عامل اون کشور. چرا؟ منابع اون کشور را در راستای کارهایی که در اون کشور هست تخصیص میده و مدیریت میکنه. حالا یعنی هم تخصیص و هم محافظت میکنه. سیستم عامل کامپیوتری یک سیستم عامل است. چرا؟ منابع هاردور سیستم رو که باشد اصلی ترین منابع من چیان؟ CPU، مموری و IO. اینها رو چیکار میکنه؟ IO. اینها رو بین کارها مدیریت میکنه. خیلی جا مدیر یک شرکت، مدیر عامل یک شرکت اکزیکیوتیو منیجر، اون مدیر اجرایی یک شرکت است. یعنی چی؟ یعنی منابع شرکت را مدیریت میکند ما بین کارهایی که اون شرکت همین الان داره انجام میده. خب یه 4 تا تعریف دیگه من سریع ارائه بدم. بحث فلسفیمون تموم شده. بچه سیستم اصطلاحاً یه 4 تا تعریف سریع بگم. سیستم رو میگیم یونی پروگرام، حالا سینگل هم میگن سینگل پروگرام یا مالتی پروگرامه. این تعریف یه عده‌شون قدیمی هم را هم احتراما نگرشون داشتیم. خب یعنی چی؟ سیستم یونی پروگرام سیستمی است که در عین حال یک کار در حال اجرا داره. حالا یادم بگم کار در حال اجرا بهش میگیم پروسس پروگرام این اکزیکیوشن، یعنی کاری که در حال اجراست. اینکه همین الان پیش میره یا نه مهم نیست. ببین مثلا شما میگید مثلا یه پرونده انتقالی دارید تو آموزش. خب میگید 2 نفر با هم تو خوابگاه بحث میکنید. یکی میگه پرونده من در حال بازه، یعنی داره انجام میشه. یکی میگه اصلا در حال انجام نیست، پرونده من اصلا باز نیست. اونی که پروندهش باز نیست فقط پروگرامه. اونی که پروندهش بازه پروسسه. ولی ممکنه این دوتا دارن شب اصلا حرف میزنن که کارمند آموزش خونه شونه، هیچ کاری الان همین الان روی اون در حال انجام نیست. این اکزیکیوشن یک امر لاجیکاله نه فیزیکال. not necessarily physical. ممکنه فیزیکال باشد یا نباشد. خب سیستم یونی پروگرام است. بذار من اینو کجا داره سیوش میکنه. خب سیستم یا یونی پروگرام است یا چی؟ مالتی پروگرام. یونی پروگرام یعنی یک پروسس داره در عین حال که خیلی مدیریت زیادی نمیخواد، فقط همین که به خودش آسیب نزنه. مالتی پروگرام یعنی چندین پروسس داره. خب داشتیم دیگه سیستمایی که یه پروسس بیشتر همزمان ساپورت نمیکردن. اگه سوالی داشتید با وایس بپرسید، من تو این یکی اسکرینم چت رو نمیبینم. سیستم اصطلاحاً میگیم بچ است در برابر آنلاین. این 2 تا کلمه است دوباره. یعنی چی؟ بچه در برابر آنلاین. آنلاین سیستمی است که به محض اینکه کاری بهش وارد میشه اجرای اون شروع میشه. اینکه با چه سرعتی پیش میره اینا من هیچی نگفتم. بچ آن است که آنلاین نیست، یا به عبارت دیگر از یک ست کاری که بهش وارد میشه اجرای حداقل یکیش ممکن است بلافاصله شروع نشه. بچ خوبه یا آنلاین؟ هیچ کدوم اصلا معلوم نیست. ببین بچه ما توی سیستم عامل خیلی امام حسین یزیدیش نمی‌کنیم قضیه رو. خیلی کم گزاره های مطلق داریم.
دنیا هم همینه، گذاری مطلق کمه، خیلی گذارا نسبی هستن، ولی در دنیا واقعا گذاری مطلق داریم. اینجا هم گذاری مطلق داریم ولی خیلی کم. اینطوری من بگم مثلا بچ همیشه بهتر از آنلاین یا آنلاین همیشه بهتر از بچه، نه. کجا، کدوم، برای چه کاری؟ خب بستگی داره. خب باید بررسی کنیم دقیق. خب به عنوان مثال خیلی جاها مثلا پروسس بچ به صلاح تره. خب خیلی جاها واقعیت کار آنلاینه. کلمه آنلاین هم میدونید کجا اومده؟ از تلفن اومده. میگم مثلا شما آنلاین هستید یا نه، یعنی همین الان من حرف میزنم شما میشنوید. از اون پدیده اومده. خب پس بچه‌ها سیستم میتونه مالتی پروگرام باشه ولی بچ باشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی من مثلا 100 تا کار بهش لود کنم، این مثلا ببره اون تو، اینا 10 تا اجرا کنه. مالتی پروگرام ولی بچ. ممکنه مالتی پروگرام باشه آنلاین باشه. 100 تا کار لود کردم، حالا با هر سرعتی یا برام مهم نیست. ولی اجرای همشون همزمان شروع بشه. بعد عرضم خدمت شریف شما که خب بذار ببینم سیستم دوباره چی؟ یه چیزی هست حالا کلمش قدیمیه ولی بهتون بگم حالا بدونید بعد نیست. میگن سیستم تایم شیرینگ. حالا اینکه ریشه این که یه روزای حوصله داشتیم بهتون میگم، ولی الان یعنی ارتباط user connection to system is online. یه بار بعدا ازم بپرسید. سیستم تایم شیرینگ لزوما مالتی پروگرام نیست. لزوما حتی خودش آنلاین هم نیست. حالا بهش میگن تایم شیرینگ. یه کلمه هست که این احتمالاً شنیدیدش، کلمه علمی نیست، بهش میگن مالتی تاسکینگ. اون مالتی پروگرامینگ اینجا بالا داشتیم، اون یه کلمه علمی. مالتی تاسکینگ کلمه علمی نیست خیلی، ولی اخیراً یه به زور جا داده شده. مالتی تاسکینگ یعنی سیستم آنلاین مالتی پروگرام. آنلاین مالتی پروگرام. مثل همین سیستم‌هایی که امروز دارید استفاده میکنید اکثرا آنلاین هم مالتی پروگرام هم. مالتی تاسک بهشون میگن. یعنی چندین کار رو انگاری همزمان دارن انجام میدن. خب سیستم از نظر زمان پاسخ یا ریل تایم است یا نان ریل تایم. ریل تایم یا بیدرنگ خودش به دو بخش تقسیم میشه. نان ریل تایم به چه معناست؟ به این معناست که سیستم هیچ تعهدی برای زمان بندی نداده به ما. خب در عوض ریل تایم یه تعهداتی داره. دو مدل هم ریل تایم داریم. ما هارد ریل تایم داریم در برابر سافت ریل تایم. اینایی که من اگه میگم سیستم، منظورم تا محدود نکردم لزوما کامپیوتری نیست این سیستم. مثلا چه بدونم سیستم یه بانک ممکنه بگه هارد ریل تایم. هارد ریل تایم یعنی یک زمان سخت دقیق برای حد اکثر زمان پاسخ وجود داره. سافت ریل تایم نه، میگه کارهای مهم را من اولویت میدم، میارم بالاتر، تعهد زمانی نمیدم. بچه کسی میتونه بگه سیستم های ریل تایم کجا خیلی استفاده میشن؟ کجا یک اجبار واقعا ریل تایم داشته باشیم؟ کسی میتونه بگه؟ سیستم های تراکنش بانکی رو میشه گفت؟ نه اونا ریل تایم نیستن. تو اونا آنلاینن، اصلا بهشون میگن OLTP Online Transaction Processing. نه آره تقریبا شروین راست میگه. ببین مثلا همین مالتی مدیا تا یه حدی ریل تایم. کار پزشکی آره تقریبا. ببین کارهای رباتیک کلا، رباتیک، حالا ربات پزشکی باشه یا ربات جوشکاری باشه، خیلی از کارهای نظامی، کنترلی، کنترلر موشک، یا روی زمین بچه کنترلر
چه بدونم ماشین خودران، یه خیلی ساده تر از این همه ماشین های شما موجودی دارن توشون به نام ECU Electronic Control Unit. این ECU یک سری برنامه هست، حتی یه آپریتینگ سیستم هم داره. این برنامه ها باید ریل تایم باشن. چرا؟ به ازای هر بالا پایین شدن پیستون اینا داره محاسبه انجام میده. نمیتونه این برنامه بیفته تأخیر. خب کاربردهای ریل تایم زیاده. اصلا بچه یه درسی داریم به نام ریل تایم سیستم. ببینم این نیمه زنده است هنوز. آره زنده است، عجیبه. خب تا اینجا که سوالی داره؟ کاربردهای ریل تایم خیلی زیادن. خب بذار ببینم کجایی؟ بدون چی نوشتید؟ آره خیلی از اینا محمد نویزاده، خیلی از این کارها هارد ریل تایم اصالتا، اصلا سافت ریل تایم نیستن خیلی هاشون. خب استاد یه سوال داشتم. درخواست تکنولوژی بلاک چین اینا جزء کدوم سیستم قرار میگیرن؟ بلاک چین مرتبط نه هر جایی میتونه قرار بگیره، ولی مثلا از نظر ریل تایم بودن اینا بله مثلا درخواست کریپتوکارنسی یا مثلا موضوعاتی مثل آرتفیشال اینتلیجنس اتفاقا یه جوری هارد ریل تایم میشه، به خاطر اینکه ما هر وقت میگیم ریل تایم مثلا تصور میکنیم زمانها در حد ماکروسکند و ایناست. نه مثلا بیت کوین از هر 12 دقیقه اشتباه نکنم یه بلاک ماین میکنه، ولی مثلا اون 12 دقیقه رو باید میت کنه. خب پس یه جور ریل تایم بودن اونجا داریم دیگه. استاد این معیار ریل تایم بودن رو بر چه مبنا ما میایم در واقع در نظر ببین ریل تایم اینجوری میگیم. اول میگیم که باید در یک سیستم ریل تایم عده‌ای کارها داریم که اون کارها ریل تایم ان، عده‌ای کارها نان ریل تایم ان. ممکن کار نان ریل تایم نداشته باشیم توش، ولی بخاطر جای این هست. کارهای ریل تایم اصولاً حالا در هارد ریل تایم براشون گارانتی زمانی دادیم، در سافت ریل تایم فقط گفتیم که آقا جان من اینها را اولویت میدم میارم بالاتر. گرفتید؟ اینها رو میارم بالاتر، حالا اینکه چقدر طول بکشن دیگه خیلی مهمی. گرفتید؟ ممنونم. خب فکر کنم تعریفمون تموم شد بچه‌ها. من تعریف دیگه‌ای خیلی مد نظرم نیست. خب یه ویدئویی من امروز براتون پست میکنم، بخش اولش رو ضبط کردم که ما توی اون میخواهیم یک نگاهی بندازیم به معماری سیستم‌های کامپیوتری، نه آن درس معماری که دیدید که شما اونجا داخل سی پی یو رو دیدید. خب نه، میخوام درباره معماری سیستم‌های کامپیوتری با هم صحبت کنیم از نظر بلاک، یعنی از نظر کاری. سیستم عامل کامپیوتری واقعیتش این است که اولین لایه نرم افزاری که بالای این سخت افزار قرار میگیره، پس باید با اون سخت افزار رو مدیریت میکنه، منابع اون سخت افزار رو، پس باید یک دیدگاه درست نسبت به اون داشته باشیم. من اینو روی آیپد براتون میگیرم و میفرستم. قبل از جلسه چهارشنبه حتما همه ببینیدش. میلاد زلفخانی: آره عزیزم مثل این که هست، تو که میگم مثل این که هست، منم خودم چیزم. آره هست ولی نه با این دقتی که من گفتم. حالا این کلاس ضبطم شده دیگه. این تعریف این اولین آخرین جلسه فلسفی ما بوده. فقط از این جلسه یک نتیجه بگیرید که تعریف خیلی مهم است، دقیق باشه و من میتونم رو کلمه به کلمه تعریف حساب کنم و اتفاقا دقیقاً هم باید روی اینها من بیام چیکار کنم، دقیقاً باید بیام روی اینها فکر کنم و ازش استنتاج کنم برای اینکه سیستم دیزاینر خوبی بشم. ممکنه عدتون فکر کنید این حرفای تئوریکیه که فقط برای ورزش ذهنی خوبه. نه عزیزم، من خودم به شدت پرکتیکالم، خودتون میدونید، کد می‌نویسم و به شما نشان خواهم داد که در طول این 20 خورده سالی که من دارم کار میکنم هیچ درس و علمی که یاد گرفتم به اندازه این اپراتینگ سیستم و دیدگاهی که اینجا کسب شده برای من دقیق نبوده و ما رو بیشتر پیش نبرده در کار تکنیکال، در کار واقعی. حرف زدن چه کار نیست، حرف زدن حرف باد حواس. معین چیا گفتم؟
چیزی نگفتم نیما ما اینجا همه رو آوردم اینجا، یه بار دیگه اینجا گفتیم اینجا. درباره ویدیوها خب فرصت داریم 5 دقیقه، بذار بگم بهتون درباره ویدیوها. ببین ما سعی میکنیم بیشتر کلاس رو بیاریم هم رو ویدیو هم رو همین گوگل میت خوبه، زوم هم خوبه. بچه جای خوبی بشینید یه وقتی بتونید ویدیو روشن کنید منم شماها رو ببینم. خب یه مقدار کلاسمون اینتراکتیو تر بشه. OS چیزی که باید چشم تو چشم بشیم، من مطمئن بشم شما متوجه میشید و اینا رو خودم بلدم احتمالاً. من ویدیو بهتون میدم. این اوایل نیمارم، یعنی همین کلاسای آنلاینمون هم همین شکلی میدیم، ولی یه مشتم ویدیو میدم قبل از کلاس حتما باید ببینید. حالا برای یه عده ببین اگه این مدلی کار بکنه که من حالا جلسه دیگه همین رو آیپد میارم، سعی می‌کنم همزمان رو آیپد بنویسم. خب اون وقت که ویدیو هامون همزمان میشه. اگه دیدیم نه کار نمیکنه ویدیو براتون رکورد میکنم. فعلا ویدیوهایی که دارم رکورد میکنم اینجوریه که من یه 5 دقیقه از خودم ویدیو میگیرم که یه ذره شما منو ببینید، حداقل اگه من شما رو نمیبینم. بعدش هم که میریم روی اسکرین و روی اسکرین یه ساعتی ویدیو داریم. الان ویدیویی که امروز تا عصری من پست میکنم حتما تا چهارشنبه ببینید. چهارشنبه دوباره بیاید تو نیما، من یه جلسه دیگه روی میت میسازم یا همینو مثلا ببینم بتونم سیوش کنم، بعد روی آیپد واردش میشیم ان شاءالله ببینیم چه جوریه. استاد ببخشید عزیزم این لینک هایی که ویدیوهایی که میگیرید رو روی موجول قرار میدید؟ روی مدل آره. مرسی. من میذارم روی کلاود دانشگاه، بعد روی مدل. البته احتمالاً روی یوتیوب هم آپلودش میکنم، یوتیوب و آپارات و اینا هم آپلود میکنم. چی میخواستیم بگیم دیگه؟ بحث دیگری نمونده. کسی سوالی داره عزیزان؟ خیلی خوب پس خسته نباشید. این راستی یه چیزی من یادم افتاد. بچه ها میخوایم یه دونه فیلم از گروه کامپیوتر دانشگاه بسازیم که هم بتونیم دانشجوی خوب بگیریم، هم دانشجوهای جدید بتونن آشنا بشن. با اساتید صحبت کنیم یه مقدار بچرخید اینا. فیلمبردار درست همون پیدا نکردم، حالا من خودم دوربین موربین خوب دارم، اینا رو میاریم. کسی مثلا با این پرمیر و این ابزارا خوب بلد کار کنه، نمیدونم به یه افکت بده، اون آفتر افکت برای همینا بود نه؟ افکت بده بعد اینو میکسش کنه و نمیدونم درست کنه اینا. میتونی میلاد؟ خب میلاد زلفخانی باید پس اون وقتی که چیز میکنید شما یه ایمیل به من بدید. شما زنجان هستید میلاد؟ خب آیه میلاد زلفخانی شما وقتی که فیلم ها رو میگیری من با من علی کریمی تازه داره میاد. خب عرض کنم خدمت شما که وقتی هم که میگیریم با من بیاید که را فوتج رو همونجا ببرید، بعد من به شما میگم چجوری تدوینش کنید. زحمتی داره براتون و من ممنونتون میشم، منتها واقعیت و صالحاته، یعنی یه چیزیه که ازش یه چیزی میمونه تو دانشگاه. خیلی خوب همتون خسته نباشید عزیزانم. خدا حافظ همتون. خب اینم از نیما.